بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله متعال سپاس میگیم و شکر او را به جا میاریم که برای ما شما توفیق را نصیب کرد که بر فهم دین الله متعال و فهم و شناخت کتاب الله متعال و زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا جمع شدیم و الله متعال استعداد داریم نیت های ما را خالصانه بگردانه و توفیق عمل به آنچه را که می آموزیم را نصیب ما بکنه و توفیق دعوت به آنچه را که می آموزیم را هم نصیب ما بکنه. موضوعی را که امروز میخوانیم ان شاء الله در مورد سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در درس گذشته دوستایی که تشریف داشتن این نکته را یادآوری کردیم که ترکیز ما شما در مطالعه سیرت مرحله بعد از بعثت هست، به دلیل از این که هدف اساسی از آموزش سیرت اتباع پیامبر صلی الله علیه و سلم هست و اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از نبوتش مطرح نیست. بعد از اینکه به مقام رسالت و نبوت نائل میشه ما مکلف به پیروی از او میشیم. به این خاطر این مرحله میخوانیم. اما یک موضوعی که فهمیدن از او ضرورت هست و گاهی وقتا به عنوان یک سوال در ذهن خیلی ها باقی سو است که خب پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از پیامبری چی عقیده داشت؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از پیامبری چی میکرد؟ اعمال پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از نبوت به چی شکل بوده؟ خیلی سوال گاهی وقتا مطرح میکنن و ضرورت به پاسخ به این موضوع هست که فهمیده شود. اول ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اجتماع مکه زندگی میکرد و اجتماع مکه از لحاظ دینی و اعتقادی گرچه خود پیرو ابراهیم میدانستند چون عرب ها از اولاد اسماعیل علیه السلام هستند، اما دین ابراهیم علیه السلام که نمادی از توحید و یکتاپرستی الله متعال بود، خصوصا توسط شخص به نام عمرو بن لحی خزاعی به شرک مبدل شد. او از جمله بزرگان دینی و بزرگان سیاسی مکه بود، اما از امو بزرگای جاهل که متاسفانه به جای از اینکه سبب هدایت اقوام و ملت های خود شوند باعث گمراهیشان میشن. عرب ها سفرهای تابستانی و زمستانی داشتند به شام و به یمن. قرآن کریم هم ایره به عنوان یک نعمت ذکر میکنه، ایلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء و الصیف. امی سفرهایشان باعث میشد که با قبایل دیگه و با مردمای دیگه دنیا آگاهی پیدا بکنن. عمرو بن خزاعی وقتی به شام رفت در اونجا مردم بت پرستی میکردن. ای هم انسان جاهلی بود، به جای از اینکه دقت بکنه و توجه بکنه که اینا مردم گمراهی هستن سنگ و چوب عبادت میکنن مثل یک از انسان‌های دیگه که ما شما وقتی در جوامع غربی میرن، به جای از اینکه بدیهای اونها را ببینن از بدیهایشان تحت تاثیر از اونها قرار میگیرن. وقتی میان میخوان امو ارزش‌های احمقانه را این جمع بیارن. این عمرو هم عین نمی حماقت داشت. رفت اونجا دید که اونها بت‌ها عبادت میکنن، این خوش آمد، گفت والله کار خیلی خوب است. یک بت کلان را به نام هوبل را از اونا خریداری کرد، به پیسه خود از اونا خرید، آورد او را در مکه از عقیق سرخ جور شده بود. ای را آورد در مکه و یک دستی از او هم قطع شده بود، دستش هم از طلا غالبا جور کرد و برای مردم گفت که اینا بیاین ما شما دیگه ای را عبادت میکنیم، چون اینا مثل فلسفه احمقانه شرک آورد. و در اینجا یک درس مهمی که گاهی وقتا انسان باید بگیره و است که پیروان دینی و رهبران دینی باید انسان‌های عاقلی بوده باشند که از به دینی را که ادعای پیروی از دارن باید آگاهی داشته باشند. مثل که عرب ها ادعای پیروی از ابراهیم را داشتن، اما عمرو بن لحی با وجود از اینکه از جمله رهبران دینی و سیاسی در جامعه بود، اما کاملا انسان جاهلی بود به او دینی که ادعای پیروی از را داشت. متاسفانه ما شما هم در جامعه خود امی رقم متاسفانه حتی ملاها و پیرهای گمراه زیاد داریم که ادعای پیروی از اسلام دارن، اما در تضاد با اسلام حقیقتا عمل میکنن. عمرو هم از امی مردم ها بود. و نکته دیگه هم برمیگرده به مردم.
مردم هم لازم هست که از کسی که پیروی میکنن و از یک منهج و عقیده که پیروی میکنن بر اساس یک بینش و یک علم بوده باشه. هر کسی که هر چی گفت نباید بدن بالش برن. مردم مکه متاسفانه امی ذهنیت نداشتن. وقتی امر آمد گفتن یادن دیگه مولای کلان است، اینا بیاین که گپ کی میگه قبول بکنیم. مثل که در جامعه امام عین گپ است. مردم گمراهی های عجیب و غریب میکنن، برش وقتی میگی عقیده غلط است، خوب میگه فلانی صاحب گفته ای تو امی شخصیت از او به اندازه برش کلان شده که خود شخصیت از او به اصطلاح نمادی از حق برش قرار گرفته دیگه. ای که محتوای گپی که این میگه درست است یا نادرست را نادیده میگیره و به امی اندازه پیروی کردن از رهبران دینی را به تعبیر قرآن کریم شرک معرفی کرده. الله تبارک و تعالی در قرآن کریم پیروان اهل کتاب را ملامت میکنه، میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم. یهودی ها و نصرانی ها بزرگان دینی خود را و پیشوایان دینی خود را و پیرا و به اسلام الله های خود را به عنوان رب گرفتن، یعنی خدایی به خدایی گرفتن. عدی ابن حاتم که فرزند حاتم توی آدم مشهوری بوده در میان عرب ها، او مسیحی بوده. بعد از اینکه مسلمان شد، وقتی این آیت را از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنید، گفت یا رسول الله ما بزرگان دینی خود را عبادت نمی کنیم، چرا قرآن تو گفته؟ چرا ما قرآن را رب خود نگرفتیم؟ یعنی تصور میکردم این تنها رب میست که انسان تنها به او سجده بکنه و تعظیم بکنه. گفت ما خی کارا را برای بزرگان دینی خود نمیکنیم، چرا خدا گفته که ما اونها را رب گرفتیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت چرا هر چیزی را که اونها بدون دلیل حلال بکنن یا حرام بکنن شما قبول میکنین یا نه؟ گفت بله این کارا میکنیم. پیامبر صلی الله علیه و میگه فذاک عبادتهم، خود این می عبادت کردن از اونهاست. و این حدیث هم ترمذی روایت کرده و سند حدیث هم حسن هست. پس عین کار در میان عرب ها هم بود. یعنی سبب اساسی انحراف یک جامعه توحیدی که خود را پیروان ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام میدانستن امی بود که از بزرگان گمراه خود پیروی کردن. یک بزرگان نکردن که خوبی سنگ و چوب بر چیز دیگه، کعبه نمادی از توحید است و آمدی علی یک سنگ و چوب بر ما آوردی و از ما میخوای که او را عبادت بکنیم. متاسفانه به این ترتیب در میان عرب ها شرک شایع شد. اما بعضی از مفاهیم دین ابراهیم علیه السلام در میان عرب ها باقی مانده بود. از جمله اونها معتقد بودن به توحید ربوبیت بود. همه انبیا علیهم السلام مردم را به طرف توحید دعوت میکنن و طبعا دعوت انبیا علیهم السلام شامل هست، همه ابعاد توحید در بر میگیره. از جمله مواردی که در میان عرب ها باقی مانده بود از تعالیم ابراهیم علیه السلام معتقد بودن از اونها به توحید ربوبیت بود. الله متعال در چند جای قرآن کریم زمانی که از عرب ها عقیده عرب ها را نقل میکنه برای شما، اعتراف عرب ها به توحید ربوبیت را نقل میکنه. از جمله آیت 61 سوره عنکبوت. البته دقت داشته باشین که حالا ما وقتی از قرآن کریم میگم شاید کسی بگه خب سیرت و قرآن کریم چی؟ دوستایی که دیروز تشریف داشتن ما همین نکته را یادآوری کردیم که منبع اول بر مطالعه سیرت چی هست؟ قرآن کریم هست و هیچ منبع معتبرتر از این نیست. خب در شناخت عقیده عرب ها ما باید به قرآن کریم تمسک بجوییم. و قرآن کریم در این مورد چی گفت؟ الله متعال در آیات 61 و 62 و 63 سوره عنکبوت عقیده مشرکین را نقل میکنه که عقیده و باور حاکم در جامعه عرب چی بود. الله متعال میگه ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر شما از مشرکین مکه میپرسیدین که کی آسمان ها و زمین را خلق کرده و سخر الشمس والقمر و چی کسی آفتاب و مهتاب را مسخر گردانیده، لیقولن الله، حتما میگفتن که الله این کار کرده. یعنی خلقت آسمان ها و زمین و تدبیر کونی حاکم در هستی که مفهوم توحید ربوبیت است مورد قبول کی بود؟ مورد قبول مشرکین مکه هم بود. و این از جمله عقاید باقی مانده است دین ابراهیم علیه السلام بود که در میانشان به انحراف نرسیده بود. و در جای دیگه هم میگه الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر. بعد الله تبارک و تعالی با تایید عقیده مشرکین در زمینه توحید ربوبیت که توحید ربوبیت را به الله تبارک و تعالی قبول داشتن، میگه که الله تعالی کسی که خلقت آسمان ها و زمین نکرده، امو هم است که روزی انسان ها را به اصطلاح فراخ میگردانه و او را بر بعضی هم بخواد کم میکنه. ان الله بكل شیء علیم. بعد میگه ولا ان سألتهم من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض من بعد موتها، و اگر شما از این مردمی که به سنگ و چوب را عبادت میکنن هم بپرسین که چی کسی هست که از آسمان آب را نازل کرده و توسط این آب نازل شده از آسمان زمین ده بعد از مرگش حیات میده. یعنی زمین به تعبیر قرآن کریم در زمستان میمیره و بعد برای الله متعال به وسیله آب را حیات میده. لا یقولون الله،
بازم میگفتن که الله این کار را میکنه. یعنی بخشی از تدبیر الله هست. الله متعال میگه قل الحمدلله، پس شما هم الله را حمد دیگه، نمو کسی که باور دارین، نمو که آسمان ها و زمین رو پیدا کرده، آفتاب و مهتاب برای شما مسخر گردانیده، امو هست که روزی شما را میته، امو هست که از آسمان آب را نازل میکنه و توسط آب زمین را حیات میبخشه، برای امو حمد دیگه. بل اکثرهم لا یعقلون، اکثر از اینها باز این کار را نمیکنن. امو رقم در آیت 63 سوره عنکبوت هم امی آیت را بیشتر ذکر کردیم. در آیت 25 سوره لقمان هم الله متعال میگه ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولون الله. وقتی از اونها بپرسین که آسمان ها و زمین کی خلق کرده، اونها میگن که الله. قل الحمدلله بل اکثرهم لا یعلمون، بگو سپاس الله را و اکثر مردم نمیدونن. در آیت 38 سوره زمر هم الله متعال میگه ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولون الله. اگر شما از آنها بپرسین که آسمان ها و زمین چی کسی خلق کرده، میگن که الله خلق کرده. قل افرأیتم ما تدعون من دون الله، بگو آیا شما ببینین کسانی را که به غیر از الله میخواین، ان ارادن الله بدر هل هن کاشفات ضره، اگر کسی به غیر از الله، اگر کسی ان ارادنی الله بدر، اگر الله تبارک و تعالی ارادی ضرر را بر ما بکنه، آیا کسی هست که این ضرر را دفع بکنه؟ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته، یا اگر الله تبارک و تعالی ارادی رساندن رحمت بر بکنه، آیا کسی مانع از شده میتونه؟ قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون، بگو الله کافی است و انسان های متوکل به الله توکل میکنن. و این ترتیب در آیات شورا هم الله متعال در آیات زخرف هم الله متعال نقل میکنه که ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولون خلقهن العزیز العلیم. اگر از اونها پرسان بکنین که آسمان ها و زمین کی خلق کرده، میگه که الله که عزیز و علیم از خلق کرده. یعنی به بعضی از صفات الله تبارک و تعالی هم اونها چی داشتن؟ باورمند بودن. و حتی بعضی از علما میگن که نامهای بت‌های خود را در نتیجه تعویل غلط صفات اسم و صفات الله ماندن. مثلا یکی از نامهای مشرکین مکه نام بت‌هایشان عزا بود، او را از عزیز گرفته بودن، نام دیگه‌اش لات بود. اما رقم از نامهای الله میگرفتن چی میکردن؟ به تعبیر قرآن کریم در نامهای الله الحاد میکردن. الله متعال میگه که الله متعال نامهای نیکویی داره، شما با الله با نامهای نیکویش بخوانین و ترک بکنین. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، و ترک بکنین کسانی را که در اسماء الله متعال الحاد میکنین. یک نوع از الحاد همی بود که نوع اسم الله تبارک و تعالی را کمی تغییر میدن و رو سر بت‌های خود میگذاشتن. یعنی به اصل صفات الله متعال باورمند بودن، به خالق بودن الله متعال باورمند بودن، به غالب بودن الله تبارک و تعالی باورمند بودن، به علیم بودن الله تبارک و تعالی باورمند بودن. و الله متعال را خیلی واضح ذکر میکنه. پس نکته اساسی را که من میخواستم اشاره بکنم و است که این سوال مطرح میشه که پیامبر صلی الله علیه و سلم چه عقیده داشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم مثل سایر مردم وارد در زمینه توحید ربوبیت به الله تبارک و تعالی باورمند بود. یعنی ایمان به الله در میان مردم مکه بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم به الله متعال باورمند بود. نکته مهم چی بود؟ نکته مهم انحراف مردم در زمینه‌های به اصطلاح تفصیل مسائل شرعی بود، در زمینه توحید ربوبیت و سایر مسائل بود. در این نکته پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میکرد؟ الله تبارک و تعالی در قرآن کریم میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه علم نداشت، اما در انحراف مردم دخیل نشده بود. یعنی او مردم مکه در او زمینه هایی که منحرف شده بودند از اصل دین ابراهیمی علیه السلام، رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه در کنار از اونها قرار نگرفته بود. او موارد مثبتی که از دین ابراهیم علیه السلام در میانشان باقی ماند، پیامبر صلی الله علیه و سلم هم طبعا قبول داشت، مثل ایمان داشتن به الله متعال، احترام و تعظیم کعبه، حتی انجام مراسم حج. البته باز در روش های عملی از او تغییراتی از خود ایجاد کرده بودند. مثلا گاهی وقتا که عبادت میکردن، بعضی عبادتاشون با چک و با این مسائل همراهی به الله متعال در قرآن کریم میگه و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسدیه، سر صدا و قلمقاله و چکی کارا را میکنه، مثل که یک از ما شما هم این کارا را شروع کردن به نام عبادت. سوره آیت 35 سوره انفال. یعنی توحید ربوبیت باورمند بودن، در زمینه توحید الوهیت منحرف شده بودن و در اسما و صفات هم الحاد میکردن. این یک در زمینه عقیده. در زمینه عبادت های از دل خود جور کرده بودن، چک و رقص و بازیایی که عالم متاسفانه مردم به نام دین الله میکنن، در وقتی این کار کرده بودن. نکته دیگه چی بود که بعضی از روش های عبادت ها هم از دل خود جور میکردن. مثلا طواف در خانه کعبه یک عبادت است. الله متعال در قرآن کریم چی میکنه که الله متعال برای ابراهیم دستور میده که خانه کعبه را و طهر بیتی للطائفین و العاکفین و الرکع السجود. اما اونا باز از خود در روش های عبادت چیزهای از خود جور کرده بودن.
اصول عبادتی است که اصل عبادت هم باید از شریعت گرفته شود، روش عملی عبادت هم باید از شریعت گرفته شود. چون الله متعال زبان خود ابراهیم علیه السلام نقل میکنه که انسان اونا دعا میکردن ربنا و ارنا مناسکنا. این دعا از کیست؟ دعای ابراهیم و اسماعیل هست که عرب ها ادعای پیروی از او داشتن. اونها از الله میخواستن که برای ما یاد بده که ما چه رقم مراسم عبادت انجام بدیم. یعنی به ایجاد بدعت ها هم یکی از اسباب انحراف جامعه مکه بود. موردش مثلا مثال واضحی بود که اونا از دل خود یک سلسله مردم در مسائل عبادی هم فرضیه های عقلانی خود داخل میکنن. اون مردم این کارو میکنن، میگفتن مثلا اگر ما خو گناه کردیم کتی لباسا گناه کردیم، حالا کتی کریر میگفتن طواف میکردن. گاهی وقتا که لباس پیدا نمیشد میگفت خب کتی لباسا دیگه نمیشه ما طواف کنیم، لباسا رسومی موندن اما تو برهنه طواف میکردن. چرا در این کار احمقانه واقع شده بودن؟ امو که مفاهیم عقلانی را در چی داخل میکنن؟ در مسائل عبادات. خیلی از مردم هست نه در مسائل عبادات که وقت سوال میکنه برش میگه خب آقا آیت حدیث گفته، بعضی میاد یک فرضیه عقلانی را مطرح میکنه. قاعده ایست در مفاهیم عقیدتی که مفاهیم غیبی است عقل باید تسلیم باشه به وحی. در روش های عبادت و در ثبوت عبادت و در طریقه عبادت عقل باید به چی تسلیم باشه؟ عقل باید به وحی تسلیم باشه. در این زمینه ها عقل حق دخالت کردن نداره اصلا. معنای گپ این نیست که اینا عقلانی نیستن، عقلانی نیستن، اما کیفیت از اینها، جزئیات از اینها با مفاهیم عقلانی درک نمیشه. دقت کردین؟ مثلا ما شما نماز میخونیم، اصل ضرورت نماز عقل درک میکنه، فایده های نماز هم عقل درک میکنه. اما این که مثلا ما چرا نماز فرض صبح 2 رکعت میخونیم، نماز فرض پیشین 4 رکعت میخونیم، این دیگه عقل درک نمیکنه. از سویه عقل چیست؟ بالاتر از سویه عقل است. چرا ما نماز شما مثلا 3 رکعت میخونیم؟ ده این مفاهیم نمیشه که یک نفر بگه خوبم این نماز خیلی خوب است، بله نماز خیلی خوب است دیگه، بیا نماز فرض صبح 2 رکعت نمیخونیم 4 رکعت میخونیم. حق داره این کارا؟ این ظاهرا اگر از لحاظ عقلی ببینین خب صحیح دیگه، کار خوب از یاد میکنیم، بله کار خوب از یاد میکنیم، اما شریعت اجازه نمیده. معنای تسلیم بودن به دین هم است که در اون مسائلی که در جزئیاتش عقل دخالت کردن نمیتونه، دخالت دادن عقل غلط است. این ظاهرا شما اگر از لحاظ ظاهر استدلال ببینین گپ مشرکین مکه خوب بود دیگه، ما خانه کعبه را طواف میکنیم و اصلا مناسب نیست که با اون لباسی که گناه کردیم خانه کعبه را طواف کنیم، اون خیلی مکان مقدس است. بله چی کنیم؟ خب بیاین روز بندازیم. دقت کنین این خطای بسیار بارزی بود که در میانشان واقع شده بود. یا باز یک سلسله کار غلط دیگه هم که در میان از اونها معمول شده بودی بود که یکی در قبایلی که کلانکارتر بودن در عبادات هم برای خود چی میکردن؟ یک سلسله حقوق ویژه قائل شده بودن. مثلا مردم قریش میگفت که وقتی در عرفات میریم، وقتی پایین شدن دیگه از عرفات از اون راه پایین نشیم که مردم دیگه پایین میشن. ما خود دیگه مردمان بزرگ مکه هستیم، ما که هستیم به اصطلاح متولیان بیت الله الحرام هستیم، ما دیگه از اون راه باید تا نمیشه. الله متعال باز در قرآن کریم میگه ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا. دو آیاتی که میگه از اون راه پایین شوین که دیگه راه پایین میشن. الله متعال بر قرآن کریم بر مردم که میگه شما از چیزام که پایین میشن، از عرفات هم از اون جای پایین شوین که دیگه مردم پایین میشه. اساس دین در زمینه اعتقادی بعضی مواردش از دین ابراهیمی بود، بعضیش تغییر کرده بودن. در عبادات بعضی موارد از اونها گرفته بودن، بعضی هم از دل خود بدعت ها جور کرده بودن. ما از این منطقه پایین نمیشیم که خوب نیست دیگه مردم پایین میشن، ما قریشیم برتریم، اینطور گپاره. یعنی در عبادت داخل داده بودن، برتری های نژادی خود در چی کرده بودن؟ مثل که حال بین مردم و شما میگه کسانی هر کار بد میکنه باز یک پیشوند سید پیشونی خود میمونه باز کلان کاری میکنه. خب یعنی مطلوب نیست. این کارا را اونها هم کرده بودن، الله متعال اونها را اصلاح میکنه. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم هم اساس گپ مایست که این سوال مطرح میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از نبوت چی باور و عقیده داشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل سایر مردم مکه واره اما باورهای مثبتی که از دین ابراهیمی مانده بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم به اونها باورمند بود. اما در اون مواردی که مردم منحرف شده بودن، رسول الله صلی الله علیه و سلم در انحراف واقع نشده. همه مورخین و همه سیره‌نویسان متفق هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک بار هم به بت سجده نکرده و حتی نه تنهایی که به بت سجده نکرده، نوع نسبت به بت‌ها و دیگرها یک تنفر و یک نفرت قلبی هم داشته. و در کنار از او رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگز بس کارهای منافی عفت و اخلاق هم واقع نشده.
ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفر الله. شما مثلا منطقه پایین شین که مردم پایین میشین، اینا میگن نه دیگه ما میشه گپ ما بالا هست. دقت کردین این تغییرات و بدعت هایی بود که در عبادت ها ایجاد کرده بودند. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در زمینه های اعتقادی امو عقاید سالمی که از دین ابراهیمی ما نبود باورمند بود، اما جزئیات تفاصیل احکام را نمیدانست. و این آیه قرآن کریم الله متعال به همین موضوع اشاره میکنه که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تو نمیدانستی. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، و این گونه هست که ما وحی کردیم به تو وحی را از جانب خود. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، که تو نمیدونستی کتاب چیست و ایمان چیست. یعنی جزئیات ایمان بر رسالت های آسمانی و مفهوم ایمان به کتاب های آسمانی و این موارد را رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیدانست، اما در انحرافات واقع نشده بود. گفتم دلیل بسیار واضحه که رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگز شرک نکرده است که همه مفسرین و همه مورخین متفق هستند به اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در شرک واقع نشده. و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در کارهای خلاف شریعت‌های آسمانی که در میان مردم معمول بود هم واقع نشده، از جمله مسائل انحرافات اخلاقی. مردم مکه در نوع آزادی کامل اخلاقی واقع بودند. خیلی وارد مثلا زنهایشان وقتی در کوچه ها و بازارها میگشتن مثل این انحرافات هم غربی ها قدر زیاد قدامت ندارن. این انحرافات از گذشته ها هم بوده. مثلا زنها چادرهای خود بگونی نمیپوشیدن، گونه را بپوشانن. کمک شنگی چادر خود این کلی خود من دیگه باز ایجاشان هم خالی می بود. باز به خاطر قرآن کریم میگه اینجا را بپوشانید. دقت کنین چون در میان عرب ها چی بود؟ معمول بود که زنها وقتی چادر میپوشیدن دیگه مثل یگان زنای دیسکو امروز باری که چادر میپوشه و از به خاطر استایل میپوشه. دیدن نه به خاطر استایل میپوشه که یک ذره زیبندگیش بیشتر بکنه دیگه، و جایی که بعد بپوشن اونا را نمیپوشن، چون اونا را که بپوشن خب باز خلاف هم خواستش است. این در میان عرب ها هم بود. و از لحاظ روابط اخلاقی هم کارایشان بیرقی بود. مفهوم بیرقی بودن نیست که بعضی خانه ها کارای بعد که میکردن باز یک دونه بیرق سرخ بلند میکردن سر خانه خود، بعد مردم میفهمید که اینجا دیگه انتکارا میشه، بعد مردم میرفتن. یا مثلا در مراسمی که معمول بوده بین مردم مثل مناسبت های مثل عروسی و چیزا دیگه همین دنبک و دولکای امروزی که ما شما داریم اون وقت هم داشتن. خوب مردم در مثل که حال یگان تا کسایی هست کابل جوانا هستن توی پال میگنشان، فقط خبر میشه در اونو کنج خصوصا باز دلاکای مشهور که با آمده باشه بیبی که در اونجا کلش جمع هستن در اون وقت هم بود و باز این ای کارها آزادی داشتن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در هیچ کدام از اینها واقع نشده. خود پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک روایت ذکر میکنه، میگه یک بار همین جوانا زیاد مرا تاکید کردن که ببینید فلانی جای مثلا عروسی فلانی خیلی است دیگه. و طبعا انسان در مرحله جوانی دیگه بیشترین تاثیر را می دوست رفیق داره. آدم گاهی وقتا از گپ پدر خود مبره، از گپ مادر خود مبره، از گپ انیوال خود آمدن نمیتونی، چون گاهی وقتا بازور سر در کارا میکنن دیگه. مثلا میگم در مرحله تقریبا نوجوانی بود، میگه خیلی تاکید کردن که حتما بیا بریم. بالاخره میگه من خودم هیچ تمایل به این کار نداشتم، بالاخره گفتم بیا بریم. رفتم که از اونها در اون مجلس که میرسیدیم میگه من که شیشتم تکیه کردم خواب بود مرا. اون مجلس کاملا بخیر خلاص شده بود. اینا به خاطر چیز؟ به خاطر یک حقیقت دیگه است که الله متعال در قرآن کریم در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر میکنه. او حقیقت چیست؟ او حقیقت است که درست است برای رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی تا سن 40 سالگی نازل نشده بود که جزئیات احکام را بدانه، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم در تربیت الله تبارک و تعالی بود. الله تبارک و تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم را چی میکرد؟ تربیت میکرد تا ای که آماده شود برای چی؟ برای نزول وحی و برای گرفتن آخرین رسالت آسمانی. همه این مواردی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در شرک هم واقع نمیشه. در کنار از اینکه عقلانیت قدرتمند پیامبر هم او را اجازه نمیداد که در این کار غلط واقع شود. و نکته مهم دیگه است، در میان عرب ها کسانی بودند که مشرک نبودند. در میان عرب ها یک عده از انسان های عاقل و هوشیار دیگه هم بودن که در این انحراف بزرگ واقع نشده بودن. اونها را حنفا میگن. در تاریخ مشهور هست حنفا کسانی بودن که خدا را به وحدانیت و به یگانگی باورمند بودن، اما چون شرک قبول نمیتونستن بکنن
در شرک واقع نبودن، خود جزئیات احکام دیگر هم نمیفهمیدن. و متاسفانه امو ادیان آسمانی که مردم پیروانشان هم از اونها باقی ماند، مثل یهودی ها و مسیحی ها، مشخصا مسیحی ها، در اونها هم شرک واقع شده بود. اونها نمیتونستن که مسیحیت هم قبول بکنن و یک طرف شرک حاکم در جامعه خودم قبول کردن نمیتونستن. به همین خاطر موحدینی بودن که جزئیات شرایع را نمیدانستن و به همین خاطر ایدی از علما میگن اونها هم نجات پیدا کرده شده هستن. اون کسانی که در میان عرب ها باقی مانده بودن، در انحراف شرک واقع نبودن و سایر ادیان هم یا برشان دعوت نرسیده بود یا هم دین به صورت صحیح برشان نرسیده بود. مثلا دین مسیحیت اگر رسیده بود، دین مسیحیت به شکل تحریف شدهش رسیده بود که در او شرک واقع شده بود، اینها او را قبول نتونستن بکنن و باید هم قبول نمیکردن. اینها از جمع نجات یافته ها هستند، یعنی الله تبارک و تعالی اینها را در روز قیامت عذاب نمیکنه. و یک از کسانی که باز مثل من گپ دیروز بوده که مسائل قضایا را عاطفی میسنجن، باز به خاطر از اینکه پدر و پدرکلان پیامبر صلی الله علیه و سلم هم از عذاب بکشن، دوزخ بکشن، باز میگن اینها هم از جمع امینا بودن، در حالی که از اونها ثابت است متاسفانه در شرک واقع شده بودن. دقت کردین؟ خب کاش که از این جمع میبودن، یعنی ما خود بخیلی نمیکنیم که نه حتما اینا بعد دوزخ برن، ما حکم را میخوایم بفهمیم. دقت کردیم؟ یعنی انسان نه در اینطور ضدیت داشته باشه، نه مثل از اینا وارد عاطفی برخورد بکنه که بیا یک نفر که مستحق دوزخ از جنتی معرفی بکنه. این هم غلط است، یک نفر مستحق جنت بشه دوزخی معرفی بکنه. یعنی هر دی از اینها چیز کار خلاف شریعت است. یعنی ما مطابق با شریعت الله پیش بریم و عاطفه و احساسات ما در جایش، احکام شرعی را مطابق منابع شرعی باید ارزیابی بکنیم. دیگه اگر فرض بکنیم بوده باشن خوب، اما این از لحاظ از لحاظ تاریخی گپ ثابت نیست و بلکه برعکسش متاسفانه ثابت است که اونا در شرک واقع شده بودن. بر ترتیب پیامبر صلی الله علیه و سلم هم این مفهوم اصلی گپ ما است که قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم در انحرافات اعتقادی و انحرافات عملی حاکم در جامعه واقع نشده. دقت کردین؟ اما اون نکات مثبت اعتقادی که از دین ابراهیمی در میان عرب‌ها بود، طبعا را باورمند بوده، مثل ایمان به وحدانیت الله تبارک و تعالی، تعظیم خانه کعبه و موارد دیگه. بعد چی دلیل؟ به دلیل از اینکه الله تبارک و تعالی در قرآن کریم خودش بیان میکنه که قبل از نبوتم الله تبارک و تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم را ترک نکرده. الله متعال در سوره والضحی میگه والضحی واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اینا نعمت هایی است که الله متعال بر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه و غالبا مفسرین نظرشون است که این سوره بعد از یک فترتی از وحی، یعنی بعد از اینکه مثلا وحی آغاز شد، بعد یک مدت زمان وحی قطع شد، در اینمی مرحله سر پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی گران تمام میشد، خیلی سخت سرش تمام میشد. و اگه در مشرکین هم پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میکردن؟ به اصطلاح بعد میگفتن که این خدایش فراموش کردن، برش وحی نمیه. به این خاطر الله متعال بر پیامبر صلی الله علیه و سلم این آیات را نازل میکنه. بعد در قسمت اخیر این آیات الله متعال از این حقیقت خبر میده که قبل آل رخ و خیر که حتی از ابتدای تولد و بعد از مرحله طفولیت و بعد از مرحله طفولیت امی مراحل زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم تحت تربیت الله تبارک و تعالی بود و الله تبارک و تعالی خودش رسول الله صلی الله علیه و سلم را به خاطر ابلاغ آخرین رسالت آسمانی آماده میکرد. الله متعال بر پیامبر چی میگه؟ الم یجدک یتیما فآوی. از نعمت هایی که قبلا الله متعال برش داده، آیا ما تو را یتیم نیافتیم و جایگاه ندادیم؟ یعنی زمینه پیامبر صلی الله علیه و سلم یتیم تولد شد، اما مثلا شرایط زندگی برش به گونه مطلوب پیش رفت، هم دایه داشت هم موارد دیگه. و وجدک ضالا فهدا. این آیت دو تفسیر داره. یک تفسیرش است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ما تو را سرگردان یافتیم، یعنی تو یک هدایتی را نمیافتی در میان در جامعه. خوبی هایی که بود خوب بود، اما انحرافاتی که در جامعه بود تو نمیتونستی اونها را قبول بکنی و سرگردان بودی، نمیفهمیدی چی بکنین. فهدا، ما تو را هدایت کردیم با نزول وحی. یک دی از علما میگن که نه، این قبل از نزول وحی است، چون در سیاق چی میآید؟ در اون مرحله زمانی زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم آیت سخن میگه که قبل از نبوت است. و وجدک عائلا فاغنا، این هم قبل از نبوت است. فاما الیتیم فلا تقهر، بعد این حکم را برش میده. دقت کنید، یعنی آیت و وجدک ضالا فهدا بین دو کدام آیت است؟ الم یجدک یتیما فآوی و وجدک عائلا فاغنا، که اشاره به قبل از نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس و وجدک ضالا فهدا چند تفسیر میتونه داشته باشه. یک تفسیرش است که ما تو را سرگردان یافتیم و از اینکه در گمراهی قومت واقع شوی ما تو را حفظ کردیم.
دقت کردین حتی یک آدم میگن که پیامبر صلی الله علیه و آله یک بار گم شده بود، البته این تفسیر به نظرم ضعیف میاد. پیامبر صلی الله علیه و آله گم شده بود، بعد الله تعالی را به طرف قوم قبیلش به اصطلاح راهنمایی کرد، منظور اشاره آیت به است. اما ما فکر میکنیم گپ کوچک است، الله تعالی از نعمت بزرگتری سخن میگه و او میتونه در مصداق این آیت همین مفهوم دخیل بوده باشه. البته امیدوارم تفسیر به رأی نشه، در مصداق این آیت دخیل بوده باشه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در جامعه‌ای که دیگرها به انحراف بودن، الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم از انحراف حفظ کرد و این مطابق واقع هم هست. دلیلش است که پیامبر صلی الله علیه و سلم عملا در انحراف قوم خودش واقع نشده. بعد میگه و وجدک عائلا فاغنا، ما تو را مثلا فقیر یافتیم و بی نیاز گردانیدیم، مثلا با ازدواج با خدیجه رضی الله عنها که مال زیاد باز در اختیار رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفت. یک نکته دیگه چیست که چرا، یک سوال بسیار مهم دیگه هم که گاهی وقتا در زندگی پرسیده میشه و سوال زیاد است که در زندگی انسان ها میاد، خصوصا کسانی که با مشکلات مواجه میشن. طبیعت انسان ها به گونه است که هنگامی که سختی ها و مشکلات زیاد سرش میآید، این ذهنیت در ذهنش ایجاد میشه که گویا خدا دیگه مثلا این عذاب میتونه بده باشه. همین سختی ها برای ما چیست؟ عذاب است. به تعبیر خود زنای یگانتش میگه خدا ما را فراموش کرده. این کلمات هم میگه، خیلی از انسان ها میگه. مرحله قبل از بعثت زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم برای یک انسان مسلمان این درس را هم میته که واقع بودن در سختی ها و مشکلات دنیوی هرگز به معنای عذاب الهی نیست. دقت کردین؟ و بلکه میتونه واقع بودن در سختی ها انسان را بسازه و انسان را خوب پخته بکنه، مثل امو تعبیر یک از انسان های ادیبی که میگن وقتی خشت خام است زیاد به درد نمیخوره، باید در کوره ها بره و آتش را لمس بکنه تا ای که پخته شود. دقیقاً انسان امی رقم هست و به امی خاطر الله متعال در این آیه قرآن کریم از مرحله یتیمی پیامبر سخن میگه. بعد برای پیامبر چی میگه؟ دستور میده فاما الیتیم فلا تقهر. یعنی چی؟ یعنی وقتی انسان خودش یک وضعیت را درک کرده باشه، خوب میفهمه که این وضعیت چقدر سخت است و باز یک نفر دیگه ای که در امو حالت باشه انگیزه بیشتر برای کمک کردن به او می داشته باشه. دقت کنید، یک نفر که خودش یتیمی را تیر کرده باشه، بعد او بسیار انگیزه داره برای کمک کردن به یتیم، چون به تعبیر عام از دل یتیم میآید. یک نفری که فقر را سپری کرده باشه، بعد او انگیزه بیشتر داره به خاطر کمک کردن به فقرا، چون درد فقر را احساس میکنه. دقت کنید و به همین خاطر در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم جالب است که همه انواع سختی ها آمده و شاید هم شدیدترین سختی ها. یعنی شما اگر زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم دقت کرده باشین، بسیار اندک است او انسان هایی که مشکلات زندگیشان مثل مشکلات زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم تولد میشه، قبلا پدرش وفات کرده، در 6 سالگی میرسه، در 4 سالگی میرسه مادرش وفات میکنه، در 6 سالگی میرسه پدر کلانش وفات میکنه. دقت کنید این خیلی برای انسان خیلی دردناک است، خصوصا در مرحله طفولیت. متوجه؟ گاهی وقتا یک نفر مثلا تنها پدر نداره، برادر کلان هم داره، مثلا دیگه موارد هم هست، بازم امی درد بی پدری برش بسیار خطرناک است، خیلی سخت است. حتی گاهی وقتا اولا از لحاظ سنی بزرگ بوده باشه، هر قدر کوچک باشه دردش بیشتر است و هر قدر بزرگ باشه کمی تحملش بالاتر میره. اما باور بکنین خیلی از کسایی هستن که هر قدر کلان هم بوده باشه، اونمون رحمت و عطوفتی که پدر برش میته دیگران نمیتونن برش بتن و این یک درد خیلی کلان است. عملا انسان مثلا خورتر بود، او تا اینمیال از لحاظ روانی اونمو توقع عاطفی را از من مثلا به عنوان برادر بزرگ خودش داره که مثل پدرش باشه. من قطعا کوتاهی‌های زیادی کردم میتونم، چون انسان او عطوفت پدری را نمیداشته باشه. پس هر انسان در هر مرحله‌ای که بوده باشه، این از لحاظ عاطفی یک صدمه بسیار قدرتمند است برای یک نفر. بعد وقتی یک نفر پدر هم نداشته باشه، کاملا از لطف و احسان پدر محروم بوده باشه، طبعا تکیه‌گاه دومی برای طفل مادر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم هنوز در مرحله بسیار پایین امیر هم از دست میده، برادر هم نداره، خواهر هم نداره. و این بسیار خطرناک است. شما یک دفعه تصور بکنین که چقدر سر انسان پیامبر صلی الله علیه و یک تنها باقی میمونه خلاص و مسئولیت تربیت از پدر کلانش به عهده میگیره. یعنی وقتی با او کمی اون سلفت میگیره، او هم 2 سال بعد از دستش میره. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم درد یتیمی را یک بار نچشیده، 3 بار رسول الله صلی الله علیه و سلم یتیم میشه و هیچ تکیه‌گاه دیگه هم برش نیست. حداقل یک برادر هم نداره، یک خواهر هم نداره. به عنوان یک یتیمی که همه انواع به اصطلاح مشکلات و سختی ها را تحمل کرده باشه بزرگ میشه.
به همین خاطر هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم در خیلی از ابعاد مختلف زندگی خودش خیلی موفقیت آمیز عمل کرده. دلیلش چیست؟ دلیلش چیست که پیامبر درک میکنه، درد یتیمی رو خوب درک میکنه، چون پیامبر 3 بار یتیم شده. درد فقر رو خوب درک میکنه، چون وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانوادهش تولد میشه یک مقدار بسیار ناچیزی از مال دارن، به اندازه‌ای که خیلی از زنان دایه آماده نیست پیامبر صلی الله علیه و سلم را به صفت طفل که شیر برش تحمل بکنه و امر رقم مشکلات دیگی که در زندگی انسان ها میاد. الله متعال عظمی یادآوری میکنه. پس الله متعال میخواست پیامبرش را به خاطر رساندن آخرین رسالت آسمانی به گونه‌ای تربیت بکنه که خودش هم از درون خودش با عاطفه انسانی خودش هم آماده تحمل سختی ها و مشکلات برای ساختار جامعه انسانی بوده باشه. به این خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم این مراحل سپری کرده و مرور کرده و الله متعال میگه که ما یعنی در عنایت الهی بوده. پس بودن واقعی بودن انسان در سختی ها و در ناراحتی ها به معنای از این است که الله متعال انسان فراموش کرده باشه. دقت کردین؟ و بلکه الله تبارک و تعالی بعض انسان ها، البته یک سوال باز اینجا میمونه که کدام سختی عذاب است و کدام سختی نعمت؟ این را شیخ عبدالعزیز طریفی خوب جواب میده. میگه هرگاه انسان در سختی ها، طبعا در زندگی هر کسی سختی ها میاد، این سنت الهی است و این قانون تغییر ناپذیر زندگی هست که ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اما قرآن چی میگه؟ و بشر الصابرین. حتما شما را به آزمایش میکنیم به چیزی از فقر و گرسنگی و فلان و فلان و فلان، بشارت بده صابران. هرگاه سختی ها و مشکلات انسان ها را به طرف الله ببره، این رحمتی از جانب الله است. خود این سختی چیست؟ رحمتی از جانب الله تبارک و تعالی است. و میتونه انسان با واقع شدن در سختی صبر بکنه و این را برای خود به چی مبدل بکنه؟ به خیر مبدل بکنه. اما اگر سختی ها انسان به چی ببره؟ به طرف انحراف ببره، این میتونه عذاب بوده باشه. البته این باز به اختیار خود انسان است که از این سختی به چی استفاده میکنه، این را به خیر خود مبدل میکنه یا وسیله بر عذاب خود مبدل میکنه. و متاسفانه در جامعه ما شما حالت دومی حاکم است غالبا. دقت کردین وقتی یک نفر مثلا کسی ازش میمیره، به جای از اینکه صبر بکنه و با پاداش صبر را حاصل بکنه، ببینین سر و صدا میکنه، در سر و صورت خود میگه غال مغال میکنه، خدا تنها ما را دیده و نفهم خدا این ظلم در حق ما کرده، کفر میگه. خیلی موارد این خیلی خطرناک است. و ای که انسان باورمند باشه به ای که هر قدر در سختی ها و در مشکلات واقع شدم، این به معنای نشانه عذاب نیست، بلکه میتونه نشانه از رحمت الله متعال بوده باشه، برای اینکه الله ما را پرورش میکنه. نمونه زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. میگه که ما در دیروز هم یادآوری کردیم، زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم الگوست. هر انسانی در هر مرحله پیامبر صلی الله علیه و سلم میبینه مثل خودش. هر انسانی در هر مرحله پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میکنه؟ مثل خودش میبینه. یک انسانی که یتیم هست، پیامبر صلی الله علیه و سلم میره سپری کرد. یک انسانی که فقیر است، رسول الله صلی الله علیه و سلم میره سپری کرد. یک انسانی که بی کس و تنها بوده باشه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میره. یعنی همه مراحل زندگی داره. و الله متعال در اینجا از امی حقیقت خبر میده که پیامبر صلی الله علیه و سلم هم قبل از نبوت مورد عنایت و تربیت الله تبارک و تعالی بود، چون الله تبارک و تعالی انبیا علیهم السلام را آماده میکنه برای حمل رسالت آسمانی. و قطعا رسالت آسمانی سنگین ترین مسئولیت است، سنگین ترین مسئولیت ممکن امیست. و به همین خاطر گاه وقتا که این سوال را هم یک مطرح میکنن که مدافعین حقوق زنها که چرا خدا یک تا زن پیامبر نکرد. قطعا رسالت و نبوت یک فضیلت است، اما قبل از فضیلت یک مسئولیت است و زنها از لحاظ فیزیکی و روحی و روانی توان حمل این مسئولیت سنگین اجتماعی را ندارند. و به می خاطر الله متعال در قرآن کریم هم خبر میده از این در سوره مزمل: یا ایها المزمل قم الليل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. تو خیلی از این کارا را بکو، خیال عبادت بکو. چرا؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما یک قول بسیار سنگین را برای تو میگذاریم. دقت کردین؟ پس الله تبارک و تعالی یکی از حکمت‌های واضحی که زنان نمیتونن بر رسالت و نبوت نائل شوند است که رسالت و نبوت سنگین ترین مسئولیت اجتماعی است و زنها از لحاظ خلقتی و از لحاظ روحی و روانی و از لحاظ توانایی فیزیکی خلقتا آماده برای حمل این مسئولیت سنگین اجتماعی نیستن. اگر الله متعال بازم اونها را مسئول میکرد، این در حق زنها ظلم بود. دقت کردین؟ این شما دقت بکنین، الله متعال ظلم نمیکنه. از لحاظ خلقتی زنها
از لحاظ روحی و روانی و جسمی و فیزیکی قدرت حمل سنگین ترین مسئولیت اجتماعی را ندارن. اگر الله بازم اونها را به پیامبری مبعوث میکرد، سر از اونها چی میشد؟ ظلم. و الله متعال هرگز ظلم نمیکنه. باز شاید یک نفر بگه که خب خدا نبی قدرت براشون میداد، نه؟ باز الله متعال وجود زنها را به خاطر یک سلسله از اهداف دیگه خلق کرده که اگر مثل انسان ها مثل مردمی بودن باز به او اهداف موفق نمیشدن. یعنی طبیعت زنانه ای از لحاظ فیزیکی خصوصیات خاصی باید داشته باشه. میفهمین دیگه که منظور من چیست؟ دقت کنید، یعنی زن بودن یک سلسله وظایف خاص دیگه داره. اگر اونها مثل ماوری جسم بسیار خشن تنومند و قدرتمند باشن، باز دیگه به او مسائل کارایی نمیداشت. نه حالا اگر اتمی بود برهم میخورد. و نظم الهی چیست؟ خلقت الله بی نهایت دقیق است. به خاطری که رسالت انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قول بسیار ثقیل است. الله متعال زنها را به این مسئولیت نسپرده. اما الله متعال پیامبر صلی الله علیه و سلم را آماده میکرد برای حمل این مسئولیت الهی. الم یجدک یتیما فآوا، تو را یتیم یافتیم پس تو چی بکن؟ فاما الیتیم فلا تقهر و وجدک عائلا فاغنا. یعنی تو درد یتیمی را میفهمی، پس یتیم را کمک بکن. تو در مرحله فقر بودی، تو درد فقیر را میفهمی. فاما السائل فلا تنهر. او سائل هم مثل تو فقیر بود، اما فقیری که تو سپری کردی و ما برات نعمت دادیم، این سائل هم مثل اون تو حالت داره، پس او را هم فراموش نکو دیگه. و اما بنعمت ربک فحدث. پس نعمت قبل از نبوت، قبل از اینکه برای خودش وحی نازل شود، عقاید و باورهای باقی مانده از دین توحیدی ابراهیم علیه السلام که عقیده و وحدانیت الله در زمینه‌های توحید ربوبیت و اینها بود، به او باورمند بود. اما او انحرافاتی که در میان مردم واقع شده بود در زمینه‌های توحید ربوبیت و در زمینه‌های عملی، در عبادات و در مفاهیم اخلاقی، پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینها واقع نشده. و دلیل از این که الله تبارک و تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم را از این موارد حفظ کرده، به خاطری که اگر نوز بالله پیامبر صلی الله علیه و سلم در این موارد واقع می بود، بعد از رسالت اگر مردم از این کار منع میکرد، بعد مردم به گپ از او توجه نمیکردند. دقت کنین، یکی از دلایل کلانی که امروز دعوتگرای زیاد گپشون و زیاد تاثیر نمیکنه همین گپ است. ما شما خیلی خوب به دیگران میگیم، در مورد خود کی هستیم؟ کوتاهی زیاده داریم. گاهی وقتا خود یگان تا آدم ملامت میکنه، این ملامتیشان هم بجای است. حتی اگر ملامت هم نکنه، وقتی یک نفری میبینه که فلانی عملش با قولش برابر نیست، خود به خود به گپ از اون نمیکنه. این طبیعت انسان ها است. و به خاطری که در میان مردم مکه مردم در امی انحراف واقع نشن، الله تبارک و تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم حفظ کرده. یک نکته دیگه هم ای که بر اساس عقیده مسلمان ها، انبیاء علیهم السلام از لحاظ عقلانیت قدرتمندترین عقلانیت را دارن، یعنی عاقل ترین انسان ها هم هستن. چون الله متعال وقتی در قرآن میگه الله یعلم حیث یجعل رسالته، الله میدونه که رسالت را در کجا قرار بده، یعنی چی کسی را به عنوان پیامبر انتخاب بکنه. دقت کنید، اونمو صفاتی که به خاطر ادای رسالت آسمانی نیاز است، مثلا قدرت عقلانیت بسیار بلند، این انبیاء علیهم السلام به صورت کامل دارن. حتی قدرت فیزیکی انبیاء علیهم السلام سالم ترین انسان ها از لحاظ قدرت فیزیکی هم بودن. از لحاظ دقت یا به تعبیر دیگه به اصطلاح زیرک بودن، دقت کردین، حکمت داشتن، همه موارد دیگه، همون موارد صفات انبیاء علیهم السلام اگر شد فردا ان شاء الله باز در مورد بحث میکنیم که کدام صفات در انبیاء علیهم السلام باشه اگر از بحث اصلی خود دور نشه. امونا رو همهشون داشتن. پس انبیاء علیهم السلام مشخصا رسول الله صلی الله علیه و سلم هم با داشتن عقلانیت بسیار بلندی میتونست خودش هم از این انحرافات خود چی بکنه؟ حفظ بکنه. در کنار از اینکه همین عقلانیت هم نعمتی از جانب الله متعال است و الله متعال باز پیامبر صلی الله علیه و سلم را با وجود از اینکه با نعمت قدرت عقلانیت بالا مشرف کرده بود، عملا در مورد عنایت و تربیت الله تبارک و تعالی هم بود. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از مرحله نبوت هم از واقع بودن در شرک معصوم هست.
همه انبیا علیهم السلام به همین ترتیب. و از واقع بودن در گناهان بزرگی که بتانه رسالت اونها را زیر سوال ببره. همه انبیا علیهم السلام از این بری هستند و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بری بود. و بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی به نبوت مکلف میشه دیگه، هر چیزی را که الله تبارک و تعالی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم وحی میکنه، عمل کرده پیامبر صلی الله علیه و سلم و عقیده پیامبر صلی الله علیه و سلم و رفتار و کردار رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اساس چی پیش میره؟ بر اساس وحی پیش میره. و ان شاء الله و این که در کدام مرحله شروع میشه و چی حالات و خصوصیاتی میاد، ان شاء الله فردا باز در مورد ازی یا در مورد گپی که پیشتر گفتیم صحبت خواهد کردیم. سبحانك اللهم ربنا و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب أيا دارها حييت دارا ومن